به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت همه عزیزای دلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با فصل دوم در خدمتتون هستم. امیدوارم که فصل یک کامل مسلط شده باشه. البته چیز خاصی نداشت، بیشتر داشتش که آقا بهتون یاد میداد که اصلا علم تجربی چیه، حالا علم تجربی چند شاخه تقسیم بندی میشه و بعدش هم اومد بهت گفت که آقا میخوای یه کاری رو انجام بدی، یه قانونی رو میخوای وضع کنی، باید قبلش آقا بیایی همه رو قانع کنی. بیایی بگی چی؟ بیایی بگی که آقا من رفتم اینو بررسی کردم، کلی آزمایش انجام دادم و بر اساس این آزمایش هایی که انجام دادم به این نظریه رسیدم، یعنی فرضیم رو ثابت کردم و به نظریه رسیدم. یعنی اگه یکی مثلا بری توی یه جمع مثلا 100 نفره، خب مثلا فرض کن توی جمع 100 نفره یه چیزی رو گفتی، مثلا گفتی آقا عدد 3 از 2 بزرگتره، همه جوره اثبات کردی، یهو یه نفر بلند شه بیاد ثابت کنه که 3 از 2 بزرگتر نیست، فرضیه کلن باطل میشه. حالا مثال زدم و نه بگی آقا دقیقاً گفت 3 بزرگتر از 2 نیست، حواست باشه، حالا نه یه وقت ما رو بفرستن دوباره از اول ابتدای درس بخونیم، نه حواست باشه. خب آقا میخوایم برسیم به فصل دوم. آقا دقیقا فصل دوم چی میخواد بگه؟ ببین نگاه کن، فصل دوم میخواد بگه که آقا این علم تجربیه رو شناختی. خب حالا ما به یک سری از نکات بسیار مهم نیاز داریم تا بتونیم این علم تجربی رو مورد بررسی قرار بدیم. یعنی چی آقا دهقان؟ مثلا دارم بهت میگم، مثلا رفتی تو شاخه فیزیک، مثال میزنم، رفتی تو شاخه فیزیک، بهت میگن که آقا مثلا محمد مثلا از اینجایی که وایسادی تا مثلا دم در اندازش چقدره؟ تو میای میگی که 20 چی؟ مثلا میای میگی که مثلا لنگاتو میندازی میگی 1 2 3 4 مثلا 5 قدمه، بعد یکی دیگه میاد میره میبینه 4 قدمه، من خب گشاد راه نمیرم، من مثلا میبینم 7 قدمه. میدونی چی میگم؟ خب این معیار درست حسابی نیست. مثلا فرض کن تو داری اینجا آزمایش میکنی، میخوای دیتاهاتو بفرستی مثلا به آمریکا مثال، خب بعد اونی که تو آمریکا رفیقت داره آزمایش میکنه میگه محمد مثلا این اندازش چقدر میشه؟ تو وجب میزنی میگی 1 وجب، بعد 1 وجب اون از 1 وجب تو بزرگتره، اون 1 وجب رو میزنه بزرگتر در میاد، آزمایش به فنا میره، به خاک میره آزمایش. پس ببین یکی از مسائل بسیار مهم بحث اندازه‌گیری بود. مثلا یه مثال دیگه برات بزنم، من اصلا عشق مثالم. ببین من تا سال 9 دارم درس میدم، سال 10 اینا هم هستیم، خب ولی چرا بچه‌ها از سال 7 تا سال 9 پیش منن؟ اصلا میگن آقا دقیقاً علوم فقط خودت. چون من انقدر مثال میزنم که قشنگ درس برات جا بیفته، لذت ببری از مثال روزمره که اتفاق میفته و باحاله. یه مثال دیگه، مثلا بابای شما میخواد بره هندونه بخره، میره هندونه بخره، اون یارو بنده خدا یه هندونه رو نمیکشه، یعنی میذاره تو پلاستیک میده دست بابات اینطوری بلند میکنه میگه مثلا خوبه، مثلا قیمتش میشه 5000 تومان، برای مثال این که دارم میگم مثلا مال 10 سال پیشه 5000 تومان. بعد یارو میگه نه آقا چی 5000 تومان، اون میگیره بلند میکنه آقا این خیلی سنگینه 10000 تومان. ببین معیاری وجود نداشت، خب یعنی در اون زمان معیار وجود نداشت. یا مثلا مثال دیگه برات، مثلا تو ایران در زمانهای قدیم می اومدن یه واحد اندازه‌گیری داشتن به نام سیر، میگفتن این چند سیره، یا میگفتن از اینجا مثلا تا اونجا چند فرسخ مسافت، میگفتن فرسخ. خب تو بری مثلا اون زمان قدیم، مثلا اون زمان اگر تو مثلا میرفتی در کشورهای اروپایی میگفتی از اینجا تا اونجا مثلا 10 فرسخه، یارو میگفت نه فرسخ کجا بود؟
فرسخ اصلا دیگه چیه؟ ببین پس اومدن چیکار کردن؟ یک سری معیارهای جهانی درست کردن و گفتن که آقا باید کل دنیا بر اساس این معیارهای جهانی اندازه‌گیری رو انجام بده. پس ما اومدیم یک سری واحدهای اندازه‌گیری رو به وجود آوردیم. بچه ها بهش میگفتن واحدهای بین المللی SI. ببین SI ننوشته براتون، من دارم بهتون میگم چون شما میرید تو سال 9 میخونید، چون شما میرید تو سال 10 هم میخونید. ببین کل علوم هفتم، هشتم، نهم بعضی جاها هی تکرار میشن، خب و دوباره تو سال 10 که میرید مثلا همینا رو دوباره مثلا فصل اول شروع میکنی به مطالعه کردن. خیلی باحاله، خیلی جالبه. سعی کن از الان دیگه درست حسابی یاد بگیری. بهت قول میدم تا سال 10 بیمه حضرت اولفضل البته. خب پس ما اومدیم یک سری واحدهای اندازه‌گیری رو به وجود آوردیم. بریم سراغ اسلایدها ببینیم مثلا چی آوردیم تو اسلاید. حالا عکس منم گذاشتن اینجا. اندازه‌گیری و ابزارهای بله. این رفیق عزیزمون این کوچولوی دوست داشتنی الان متر رو گرفته پیچیده دور خودش، نمیفهمه داره چی کار میکنه. حالا ما بریم بهش یاد بدیم که آقا از اینجای مسیر باید چطور کار کنه. خب بچه‌ها اندازه‌گیری اصلا به چه درد میخوره؟ آقا ما یکای اندازه‌گیری رو آوردیم. خب اصلا اندازه‌گیری تونستیم بکنیم برای چی؟ میگم ببین نگاه کن، یادته ما اگر میخواستیم یک فرضیه ای رو به نظریه تبدیلش بکنیم، یعنی اثبات بکنیم اون فرضیه‌مون رو، نیاز داشتیم به یک سری آزمایش انجام دادن. خب ما آزمایش‌ها رو برای چی انجام میدادیم؟ برای اینکه جمع‌آوری اطلاعات داشته باشیم. خب این جمع‌آوری اطلاعات نیاز به چی داشت؟ نیاز به این بود که آقا ما اون آزمایش‌هایی که داریم انجام میدیم یه سری رو اندازه بگیریم دیگه. پس توی اندازه‌گیری یک مرحله مهم برای جمع‌آوری اطلاعات. حالا هدفش چیه؟ هدفش جمع‌آوری اطلاعات دقیق تر و مقایسه کردن اوناست. یعنی من میام یه آزمایش انجام میدم، دوباره یه آزمایش دیگه انجام میدم، 3 تا آزمایش، 10 تا آزمایش، 15 تا آزمایش، که چی بشه؟ که بیام میگم آقا من هی دقیق تر شدم توی اندازه‌گیری و این آمارهایی که به دست آوردم رو با هم دیگه مقایسه بکنم. یا مثلا مثال ساده تر برات بزنم، میگم آقا از دم مثلا تهران تا مثلا استان مازندران فاصلش بیشتره یا از تهران تا بندرعباس؟ شما الان ندید میگی بندرعباس. میگم خب از کجا فهمیدی؟ ببین اون زمان نمیدونستن، میمونن چیکار میکردن؟ اندازه میگیرن، بعد این اندازه ها رو با هم دیگه چیکار میکنن؟ آفرین، مقایسش میکنن. حله. پس اینم یکی از فوایدش بود. به یکای اندازه‌گیری بچه ها میگن واحد. به یکای اندازه‌گیری میگن واحد. میگن مثلا 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد. البته خب این بعداً رفت جلوتر، واحدهای اندازه‌گیری متفاوتی اومد و هر کدوم از واحدهای اندازه‌گیری ما یک یکایی رو داشتن. یعنی ببین این اندازه‌گیریه، ببین این اندازه‌گیری یکاش میشه واحد. یکاش میشه چی؟ واحد. پس چی شد؟ ما یه اندازه‌گیری داریم، اینجا رو اندازه گرفتیم، یکاش میشه واحد. حالا ببین، حالا من میام این اندازه‌گیریه رو شاخه به شاخه میکنم. چی رو اندازه گرفتم؟ طول رو اندازه گرفتم. چی رو اندازه گرفتم؟ جرمش رو اندازه گرفتم. چی رو اندازه گرفتم؟ حجمش رو اندازه گرفتم. حالا هر کدوم اینا میشن زیر شاخه اندازه گیری و هر کدومشون یه یکای دیگه ای رو دارن. پس چی شد؟ با من باش، نخوابی یا شیشتونگ حواست اینجا به من باشه، فقط تمرکز حواست به من. میگه چی؟ میگه آقا اندازه‌گیری، ببین اندازه‌گیری یکاش میشه واحد. یکاش میشه چی؟ واحد. من اندازه گرفتم. اندازه گرفتی. چی رو اندازه گرفتی؟ اصلا چی؟ جرم بوده، طول بوده؟ نمیدونیم.
برای همین میگیم یکاش میشه واحد. یکاش میشه چی؟ واحد. اما اومدم چیکار کردم؟ اومدم این اندازه گیریه رو مشخص کردم، رفتم تو دل اندازه گیری. چی رو اندازه گرفتم؟ طول رو اندازه گرفتم. مثلا گفتم با از اینجا تا اینجا چند متره؟ شما میگی 20 متر. میگم جرم این مثلا جسم چند کیلوگرمه؟ شما میگی آقا 20 کیلوگرم. ببین 20 میشه مقدار اندازه گیری، کیلوگرمه میشه یکاش. یعنی ما هی رفتیم جلوتر، هی رفتیم جلوتر. پس اندازه گیری یکاش میشه واحد. حالا میریم الان جلوتر تو دلش میریم. من اونایی که میشه اندازه گیری کرد رو کامل بهتون توضیح میدم. هر چیزی که ما به آن اندازه و مقدار نسبت میدیم میشه کمیت. هر چیزی که ببینا کن، هر چیزی که بهش مقدار و یا اندازه بهش نسبت میدیم میشه چی؟ میشه کمیت. مثلا همون طول که بهتون گفتم بچه، ما به طول یک مقدار داریم میدیم، یک اندازه ای رو داریم بهش میدیم. میگم چی؟ الان برات مثال زدم، میگم از اینجا تا اونجا چقدره؟ تو میگی 20 متر. فهمیدی؟ میگم این چند سانته؟ میگی آقا 20 سانته. ببین داری یک مقداری رو بهش نسبت میدی. حله؟ پس به این طول میگن یک کمیت. این طول یک کمیت. آقا دقیقان یعنی جرمم میشه کمیت؟ میگم آره دیگه. مثلا من میرم رو ترازو، میگه آقا دقیقان چند کیلوگرمه؟ میگم آقا من بدن رو فرم 80 کیلوگرمم. ببین چقدرم؟ 80 کیلوگرم. دارم یک مقدار بهش نسبت میدم. پس واحد اندازه‌گیری ما یک کمیت اندازه‌گیری بهش میگن. چی میگن؟ کمیت. پس هر چیزی که ما با آن اندازه و مقدار نسبت میدیم میشه چی؟ میشه کمیت. بیا اینجا اینها کمیت هایی که شما نیاز دارید که بشناسید. کمیت های اصلی ما هم هستن تقریبا. ببین مثل وزن، مثل حجم، مثل طول، مثل جرم، مثل زمان، مثل چگالی، که اینا رو شما قراره توی این فصل دونه بدونه شما با هم دیگه بررسی کنیم و یاد بگیریم. آقا من از پایین شروع میکنم. کمیت جرم. کمیت چی؟ کمیت جرم. البته من میرم کامل جلو همه رو توضیح میدم یعنی تک به تک اینا رو با هم دیگه کلی قراره در موردش صحبت بکنیم. بیا اینجا مثال بزنم، مثلا برات یکاشون رو مثال بزنم. آقا جرم. جرم چیه؟ جرم همونیه که میری رو ترازو اندازه میگیره جرم تو. مثلا میگه 50 کیلوگرم. ببین کیلوگرم چی؟ کیلوگرم. جرم با چی نمایشش میدن بچه‌ها؟ یا فصل کن. خب بریم سراغ جرم. جرم این تخته ما یه لحظه هنگ کرد، کلا پاچید از حجم اطلاعاتی که الان یه لحظه توش بود چیز شد. خدا وکیلی جزوه رو نگاه رنگی عشق میکنی، کجا هم جزوه‌ای بهت میدن؟ میدونی چقدر زمان میبره من میشینم اینا رو میزنم. خب بریم سراغ جرم. آقا مثلا جرم با چی نشون میدادم؟ با ام نشون میدم. با ام با ام. یکا چیه؟ آقا خواهم اینا گفتم کیلوگرم. آقا دقیقاً با گرم هم نمایش میدن. میگم آره درسته با گرم هم نمایش میدن، ولی یکای اصلیش بچه کیلوگرمه. درسته بعضی چیزا رو مثلا اندازه میگیرن انقدر کوچیکه با گرم نمایش میدن. میگن وزن این چند گرمه؟ میگن آقا مثلا 100 گرمه. نمیان بگن 1/10 کیلوگرمه. البته بعضی میگن 1/10 کیلوگرم، ولی مثلا میگن آقا جرم این چقدره؟ میگی 1 گرم. نمیه بگی 1/1000 کیلوگرم. آقا 1 گرمه دیگه، 1 گرم. فهمیدی چی شد؟ یا طول با چی معمولا بچه؟ با ال نمایشش میدن، فاصله رو با ال یا ایکس نمایش میدن فاصله رو. خب یکاش چی بود بچه ها؟ متر. این ام کوچیکو با این اشتباه نگیری یا متر. بعضی موقع با سانتی متر نمایش میدن، بعضی موقع به کیلومتر. مثلا فاصله اینجا تا مشهد چقدره؟ دانش آموز بهم میگه که آقای دهقان میشه 900,000 متر. 900 کیلومتر دیگه.
این چی میگم؟ پس با واحد کیلومتر هم مثلا کار میکنن. یا زمان با تی نمایشش میدن بچه ها. زمان رو یکاش چیه؟ ثانیه با اس نمایشش میدن. ثانیه مثلا آقا چند ثانیه طول کشید؟ 10 ثانیه طول کشید. بعضی موقع از دقیقه، بعضی موقع از ساعت، بعضی موقع از سال. چند سالته؟ میگه آقا مثلا 15 سالمه، میگی 10 سالمه. نمیای 10 رو ضرب در 365 ضرب در 60 ضرب در 60 کنی یه عددی بشه به ثانیه بیانش کنی که خلوچلی مگه میزنته. اون مثلا یک 10 میلیونیوم و نمیدونم چه 10 میلیون و 500 و نمیدونم چقدر ثانیه، یارو یه چک میزنه زیر گوشت. مرد سبو گفتم چند سالته؟ 5 سالمه دیگه. حله. خب بعدی چیه بچه‌ها؟ بعدی حجمه. با وی نمایشش میدن حجمو. با چی؟ با وی. حجم. بچه‌ها بعضی موقع یکاش متر مکعبه، بعضی موقع سانتی متر مکعبه، بعضی موقع لیتره و یکاهای مختلفی داره حجم. گفتم الان میریم من دونه به دونه همه رو بهتون توضیح میدم. وزن بچه‌ها، وزن چیه؟ آقا وزن که همون جرم. میریم رو ترازو میگی وزنت چقدر؟ اصلا بچه‌ها جرمه. اونی که شما رو ترازو اندازه میگیری جرمته. وزن بچه‌ها یک نیروه، نیرویی که شما داری به زمین وارد میکنی. خب آقا دقیقا یعنی چی؟ میگم میریم جلوتر به توضیح میدم، نمیخوام الان زیاد بگم. وزن با دبلیو نمایشش میدن. یکاش چیه بچه ها؟ انه. ان چیه؟ اون نیوتن فلان شده که سیب خورد تو کلش. نیوتن. یکاش چیه؟ نیوتن. آقا دقیقا اینو چیه دیگه داری میگی؟ بابا میگم نگران نباش، الان فقط داریم نام میبریم. اینو میبینی مثلا وزنو کجا میری میخونی؟ تو سال نهم. تو کجا؟ تو سال نهم فصل 5 نیروها. فصل 5 نیروها میری چی کار میکنی؟ میری اینا رو میخونی. الان فقط داریم میگیم که یه ذره این چشمه عادت بکنه بهش. دیده نهم رفتی اومدی پیش من دارم میگم وزن، نگی وزن چیه؟ همونجا دیگه باید همین رو بکنن تو چشه اگه یادت رفته باشه. خب بچه گالی حالا میریم جلوتر. الان دونه به دونه این کمیت ها رو با هم دیگه بررسی میکنیم تا بی نهایت با سلام هدف. جرم آقا مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم. تعریفش یاد بگیری. یا تو سال 7 یا دبیر ازت امتحان میگیره، تشریحی ازت امتحان میگیره، ممکنه ازت تعریف بخواد، بگه جرم رو تعریف کن. به مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم میگن جرم. یکاش چیه؟ به گفتم کیلوگرم. بعضی موقع با گرم هم اندازه میگیرن. بعضی موقع میگن آقا مثلا فلان ماشین 2 تنه. خب نمیان بگن 2000 کیلوگرم 2 تن. فهمیدی چی شد؟ و وسیله اندازه گیریش هم بچه‌ها چیه؟ ترازو. اینا شما میری رو ترازو ماشاءالله 158 کیلوگرمه یارو. میری رو ترازو میگه چی؟ میگه آقا جرمم، دقت کن، وزن ها، جرم. میگه آقا دقیقان جرمم 80 کیلوگرمه. حله. و یه نکته دیگه بچه ها، جرم همیشه ثابته. یعنی چی آقا دقیقا ثابته؟ میگم الان اگر من یه ترازو بذارم رو کره زمین، تو بری روش، جرمتو نشون میده 80 تا. بری کره ماه ترازو بذاری بری روش، نشون میده 80 تا. برو اورانوس اگه تونستی ترازو بذار وایسا روش، چه عددی رو نشون میده؟ همون 80 تا رو نشون میده. پس جرم همیشه ثابته. اینو تو گوشت فرو کن. اینور فرو نکنی اینور در بیاده، نه اینور اینجا با دست نگه دار، از اینور فرو کن که این تو بمونه تو مغزت. حله؟ خب بله توضیحش هم که دادم. مقدار جرم یک جسم همیشه بچه ها چیه؟ ثابته.
کمیت بعدی، حالا رسیدیم به کمیت وزن. بچه‌ها کره زمین و همه کراتی که وجود دارن، همه سیاراتی که وجود دارن، یک نیروی گرانشی دارن وارد میکنن. آقا دقیقا نیروی گرانشی یعنی چی؟ میخوای با مثال به توضیح بدم؟ این مداد رو میبینی؟ نگاه کن، افتاد رو زمین. چی شد افتاد رو زمین؟ یا داداشتون چرا چسبیده به زمین؟ چرا ما رو هوا تو مثل فضا رو هوا معلق نیستیم؟ آقا دقیقا برای اینکه زمین یک نیروی گرانشی رو داره وارد میکنه به ما که باعث میشه ما روی زمین بمونیم، یا باعث میشه این جسم وقتی من رو هوا ولش کنم بیاد به سمت پایین. پس داره یک نیروی به سمت پایین، به سمت زمین داره وارد میشه بهش میگن نیروی گرانشی. حالا به مقدار نیروی گرانشی که از طرف زمین به جسم داره وارد میشه میگن نیروی وزن. ببین نیروی وزن. آقا دقیقان من این جسم رو دارم، خوب گوش بده به من. الان اصلا تخته رو ول کن. ببخشید، الان تخته رو ول کن، فقط حواست من. آقا دقیقان خب من اینو دارم، من میدونم اگر اینو من ولش کنم میاد به سمت پایین. میگن دمت گرم. شما هم تعریف کردی به مقدار نیرویی که از طرف زمین داره به این جسم وارد میشه که به سمت پایین بیاد میگن نیروی وزن. میگم دمت گرم. آقا دقیقاً میشه اندازش گرفت؟ میگم آره میشه اندازش گرفت. اصلش رو شما تو سال نهم مطالعه خواهی کرد، اما من الان یه چیزی بهت میگم که قشنگ کامل یادت بمونه. یکاش گفتم چیه؟ نیوتونه. وسیله اندازه‌گیری چیه بچه‌ها؟ نیروسنجه. نیروسنج چیه بچه‌ها؟ یک حالت قلاب ماننده، شما از بالا مثلا به یه جا آویزون میکنی، پایینش هم یه قلابی رو داره، وسط این یک سری صفحات، یه صفحه مدرجه و یه علامتی هم وسطش داره. ندم گذاشتم عکسشو. بله ایناهانش، مثلا عکسشو گذاشتم. نگاه کن، پایینش یه قلاب داره، از بالا هم شما اینطوری نگهش میداری. اینجا هم مدرجه. میای این بسته رو به این قلابه آویزون میکنی. این تو یک فنره بچه‌ها، داخل این یک فنره. این فنره اینطوری کش میاد. خب معلومه دیگه داره نیرو وارد میشه. وزنه رو بسته رو وقتی آویزون میکنی اینطوری میکشتش به سمت پایین دیگه. این فنره کش میاد. هر جا که این فنره وایساد، مثلا مثل اینجا اندازه گرفته، گفته آقا مثلا اندازه اینجا شده چقدر؟ 5/3. 5/3 چی؟ نیوتن. این وسیله اسمش چی بود اینها؟ نیروسنج. گفتم با چی پس نیروی وزن رو اندازه میگیریم؟ با نیروسنج اندازه میگیریم. داخلش یک فنر داره. مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به نیروی جسم بستگی داره. هرچی جسم بیشتر، بزرگتر و سنگینتر، اون کشیدگی فنره هم بچه‌ها چی میشه؟ بیشتر میشه و عدد بیشتری رو نشون میده. خب آقا دهقان یه سوال، این عکسی که اینجا گذاشتی میخوای چیو به ما بگی؟ فضانورده رو دیدی؟ نگاه کن چه خوشگل پریده رو هوا. رو هواه. بچه‌ها نیروی گرانشی که سیارات مختلف دارن وارد میکنن به جسمی که روشه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی مثلا اندازه نیرویی که زمین داره وارد میکنه رو در نظر بگیر، اندازه نیرویی هم که ماه داره وارد میکنه در نظر بگیر. بچه‌ها نیرویی که زمین داره به ما وارد میکنه 6 برابر اندازه‌ایه که نیروی ماه به ما وارد میکنه. برای مثال من اینجا وای میستم، میپرم هوا. الان مثلا 20 سانت پریدم هوا. اگر برم تو ماه همینو بپرم هوا 6 برابر اون اندازه که تو زمین پریدم. یعنی اگر اینجا 10 سانتی متر پریدم تو ماه 60 سانتی متر میرم هوا. چون نیرویی که داره به من وارد میشه 1/6 اندازه نیرویی که تو زمین داره به من وارد میشه. اعدادش متفاوته. اول از همه من بیام بهت بگم فرمولشو، فقط بدونی
گفتم با چی نمایشش میدادن؟ با W. بچه ها ما چطور میتونیم اندازه بگیریم؟ میگم آقا 1 با نیرو سنج میتونی اندازه بگیری. 2 بیای جرم جسم رو، ببین جرم رو ضرب در عدد 9^8 بکنی. مثلا آقا دقان شما چند کیلویی؟ من میگم من 100 کیلو هم برای مثال. میخوای نیروی وزن منو محاسبه کنی دیگه، میگی 100 ضرب در 9^8 میشه چند تا؟ میشه 980. یکاش چیه؟ نیوتن. الان نیروی وزنی که داره به من وارد میشه 980 نیوتن. البته تو بعضی از سوالا میگن اینو 9^8 در نظر نگیرید، 10 در نظر بگیرش، برای اینکه ضرب و تقسیمش راحت تر باشه. بهتون میگن 10. بچه این 9^8 رو زمینه، مقدار نیروییه که زمین داره به ما وارد میکنه. بهش میگن به اصطلاح شتاب گرانشی. تو سال نهم میخونیدش. فقط دارم میگم بدونی تو امتحان ها اینا نمیدن. البته ممکنه معلم مدرسه به درس داده باشه و ازت بخواد، برای من دارم بهت میگم. بهش میگن شتاب گرانشی به این عدد 9^8. تو زمین 9^8، تو ماه گفتم 1/6 این عدده، یعنی 9^8 رو تقسیم بر 6 کن، اون عددی که تو ماهه. تو مریخ یه عدد دیگه است، تو سیارات دیگه هر کدوم یه عدد دیگه است. برای همین نیروی وزن در سیارات مختلف متفاوته، اما جرم ثابته ها. آقا من اگر رو زمین 50 کیلو هم، رو ماه هم 50 کیلو هم، پس اون چیه که متفاوته؟ اون وزنمونه که متفاوته. حل شیرفهم شدی؟ قشنگ حساب کار دستت اومد. الحمدلله رب العالمین. تا اینجا یه پاز بزن، برو یه آب و دستشویی، یعنی برو دستشویی یه آب به سر صورتت بزن، یه لیوان آب بخور، یه استراحت یه رو داشته باش، دوباره بیا سر تدریس. نشین یه تک ببین انگار فیلم سینماییه. مثلا فکر کنی نشستی منم دارم برات میگم اینجا فیلم دارم بازی میکنم، تو هم چک 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 تخمه بخوری یا پف فیلم مش مش بریزی تو دهنت رو اینو تمسا باز کنی، یا مثلا مثل اسب آبی طوری هندونه بچپونن توش، میوه بچپونن توش. نه عزیز جان، نشستی سر درس، قرار درس بخونیم، قرار درس یاد بگیریم. تازه این فصل اول که من دارم بهت میگم راحته، جلوتر بریم با مسائل سختری قراره روبرو بشیم. حواست باشه. خب بعدی چیه بچه ها؟ بعدی طوله. به مسافت یا مقدار اون مسافتی که اندازه میگیریم یا به فاصله بین دوتا جسم میگن طول. پس چی شد؟ یا به مسافتی که ما داریم طی میکنیم یا به فاصله بین دوتا جسم میگن چی؟ میگن طول. با چی اندازه گیری میکنیم؟ با خطکش اندازه گیری میکنیم، با ارزم با متر اندازه گیری میکنیم. حتی انقدر مثلا میخوام من نوک این مداده رو میخوام اندازه بگیرم، میخوام نوک این مداد اندازه بگیرم، میام چیکار میکنم نوک مداد اندازه بگیرم؟ با خطکش اندازه گیری میکنم. نه، مثلا وسایل دیگه ای هست مثل کولیس، مثل ریز سنج، نه مثل نوکش خیلی کوچولوئه، خب میام مثلا با وسایل دیگه اندازه‌گیری میکنم. پس وسایل اندازه‌گیری متفاوتی هست. مثلا اگه بخوای چیزای ریز ریز بگیری با ریز سنج یا با کولیس، یه ذره بزرگتر، مثلا اندازه این چقدره، با خطکش اندازه‌گیری میکنی. خب یا مثلا میگم از اینجا، ببین از اینجا مثلا تا مثلا از کجا من بگم؟ خب شما که اینجا نیستی بدون اینجا تا اینجا چقدره. مثلا من میگم از اینجا تا در ورودی، مثلا شما با متر اندازه گیری میکنیم، خب فاصله زیاده. میگم از اینجا تا مثلا مشهد، نمیای با مدی 2 متر اینطوری تا مشهد بزنی ان شاءالله 90 که به دنیا اومد وسط راه مثلا تازه تمام شهر باشه. نه، با وسیله‌های مختلفی اندازه گیری میکنن که کیلومترش به دست بیاد. اما یه نکته قشنگتری رو گفتم و اونم اینه بچه ها، ما اندازه گیری که داریم میکنیم، مثلا میگم وزن من چقدره، میگم میگم قد من چقدره، میگه آقا دقیقاً قد شما 180 سانتی متر. میگم خب، میگم از اینجا تا مشهد چقدر؟ شما میگی 1000 کیلومتره. ببین ابعادهای بزرگ رو با کیلومتر بیان میکنن.
کوچیکتر که میشه با متر بیانش میکنن. مثلا مثال بزنم برای میگن آقا این مثلا فرش، میگن طول فرش چقدره؟ میگن آقا 4 متر. عرضش چقدره؟ 3 متر. فهمیدی چی شد؟ طول 4 متر، مثلا عرضش چقدره؟ 3 متر. یا من قد من چقدره؟ میگن آقا 180 سانتی متر. آقا این مداده چقدره؟ 20 سانتی متر. آقا نوکش چقدره؟ 1 میلی متر. 1 میلی متر. ببین ما معیارهای مختلفی داریم برای اندازه‌گیری. خب پس با توجه به شرایطی که داره میایم استفاده میکنیم از هر کدوم اینا. اگه خیلی بزرگ باشه میگیم کیلومتر، کوچیکتر متر، کوچیکتر سانتی متر و خیلی کوچیکتر دیگه میره رو بحث میلیمتر و اینا. پس چی شد؟ فاصله بین دو نقطه و یا مسافتی که یک جسم طی میکنه، یکهاش هم متر و کیلومتر و سانتی متر، خودم با خط کش متر هر کدوم اینا اندازه گیری میکنم. مثالش هم زدم. مثلا این مداده رو شما میبینی میگن آقا نوکه مداد اندازه بگیر. نمیای بگی آقا مثلا اندازه این 1/10,000 کیلومتره، مگه خلی؟ یا 100,000 کیلومتره. میای اندازه میگیری، مثلا میگی آقا از اینجا تا اینجا مثال میزنی، میگی آقا میشه نیم سانتی متر یا مثلا 1 سانتی متر. خول و چل نیستی که بخوای بیا این شکلی یونیوم مثلا فلان 1 سانتی متر. پس با توجه به چیزایی که وجود داره ما معیار متفاوتش رو در نظر میگیریم. مثلا این تا مشهد زده 645 کیلومتر، نمیاد بگه میشه 645,000 متر. خب چه کاری؟ میگه 645 کیلومتر. حله؟ یاد گرفتی؟ ایول. بریم سراغ حجم. بچه‌ها به فضایی که هر جسم اشغال بکنه میگن چی؟ میگن حجم. مثلا به فضایی که من اشغال کردم، یه حجمی رو اشغال کردم. الان شما مثلا میخوای بری بشینی سر سفره، جا نیست، خودتو اینور اونور میکنی یه ذره، این حجمی که اشغال کردن بقیه یه خورده بازترش جاشی اون وسط. خب اونا چیکار کردن؟ یه حجمی رو اشغال کردن دیگه. پس به حجمی که هر جسم اشغال کنه میگن حجم. چی گفتم؟ به فضایی که هر جسم اشغال بکنه میگن چی؟ میگن حجم. مثلا این نگاه کن، این فضا رو اشغال کرده، داری میبینی بله این فضا رو اشغال کرده، این حجم داره. حله. یکاهاش چیه بچه‌ها؟ یکاهاش یا متر مکعبه یا سانتی متر مکعب یا لیتر. بهتون گفتم یا متر مکعب. بچه‌ها متر مکعب یعنی چی؟ یعنی به توان 3 متر، به توان 3. سانتی متر مکعب یعنی سانتی متر به توان 3. لیتر میری بنزین بزنی، بابات رفته باکشو پر کنه، بابا جان چقدر بنزین زدی؟ میگه بابا جان 40 لیتر بنزین زدم. یعنی چی؟ یعنی فضای داخل باک ماشینم 40 لیتر حجم اشغال شد. از چی؟ از بنزین. yesterday آفرین yesterday. خب لیتر و میلی لیتر بچه‌ها، لیتر و میلی لیتر یکاهای اندازه‌گیری حجم مایعاتن. من گفتم الان بنزین داری میری بزنی، میگی چی؟ میگی بابا چقدر بنزین زدی؟ میگه بابا جان 40 لیتر بنزین زدم. یا مثلا صبر کن، بیا این بطری شیره، بیام جلو قشنگ ببینی. اگه بگیره اینو بگیر بچه ها، نمیگیره متاسفانه. من اینجا رو نگاه کن، نوشته حجم خالص 946 میلی لیتر. چی؟ میلی لیتر. پس چی شد؟ لیتر و میلی لیتر یکای اندازه‌گیری حجم مایعاتن. ما میخوایم مایعات رو، دیدی که این شیره رو یا بنزینه رو یادت باشه، پس اینا برای اندازه‌گیری حجم مایعاتن. بچه‌ها سانتی متر مکعب نگاه کن اینها، 1 سانتی متر مکعب. آقا دقیقاً 1 سانتی متر مکعب یعنی چی؟ یعنی 1 مکعب
به ابعاد 1 سانتی متر. ببین 1 همه 1 سانتی مترن. بابام جان حجم مکعب رو مگه یاد نگرفتی چیه؟ چی بودش؟ طول، آفرین، ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. حجم رو میخواستیم به دست بیاریم. خب بزن ضرب کن 1 سانتی متر ضرب در این طول عرض یک ارتفاعش یعنی 1 سانتی متر ضرب در اینم 1 سانتی متر. آقا 1 ضرب در 1 ضرب در 1 سانتی متر ضرب در سانتی متر ضرب در سانتی متر میشه سانتی متر به توان 3. 1 سانتی متر مکعب. پس اگر من یک مکعب داشته باشم با ابعاد 1 سانتی متر، همش 1 سانتی متر باشه، حجمش میشه 1 سانتی متر مکعب. تقریبا یه حبه قند مکعبی 1 سانتی متری میشه حجمش 1 سانتی متر مکعب. برابری میکنه، ببین 1 سانتی متر مکعب برابری میکنه با 1 میلی لیتر، برابری میکنه با 1 سی سی. سی سی واحد اندازه گیریه. پس چی شد؟ 1 سی سی مساویه با 1 میلی لیتر مساویه با 1 سانتی متر مکعب. آقا اینو نگاه کن. حجمشو زده بود چقدر؟ 946 میلی لیتر. آقا دقیقاً 946 میلی لیتر زده حجم اون داخل بطری رو. خب آقا دقیقاً من میگم 1 میلی لیتر میشه 1 سانتی متر مکعب. پس 946 میلی لیتر رو میتونم بنویسم 946 سانتی متر مکعب. میگم آره عزیز جان میتونی بنویسی. 946 میلی لیتره میتونم بنویسم 946 سی سی. میگم آره میتونی بنویسی. شما برید یک سری از بطری‌های کوچیک‌تر، نوشابه‌های کوچیک من اینجا ندارم متاسفانه، اگر نگاه کنی روش بر اساس سی سی زده. میگه آقا مثلا 350 سی سیه. حله؟ ببین دارم کامل بر اساس چیزایی که دور اطراف دیدی همه رو بهت یاد. متاسفانه چه بطری نیست. اگر بود بطری کوچیک من اینم بهتون نشون میدادم. این با خودتون برید نگاه کنید و آمارشو در بیارید. خب حالا یه چیز دیگه، یعنی آقا دقیقاً اگر این 946 میلی لیتره، میگم خب مگه نگفتی میشه 946 سانتی متر مکعب؟ میگم خب میگه مگه نگفتی آقا دقیقاً یه حبه 1 سانتی متر مکعب؟ میگم آره. میگه یعنی داخل این آقا دقیقاً 946 تا مکعب به ضلع 1 سانتی متر جا میشه. میگم آره بله کاملا درست گفتی. شما برو 946 تا مکعب کوچولو پیدا کن، دونه دونه ریز ریز کن، این تو جا خواهند شد. حله؟ این از این. میگه آقا 1 لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعبه. 1000 سانتی متر مکعب آقا دقیقاً یعنی چی؟ میگم بیا اینجا. یعنی 1 مکعب به ضلع 10 سانتی متر. نگاه کن حجم این میشه چی؟ میشه 10 سانتی متر ضرب در 10 سانتی متر ضرب در 10 سانتی متر. خب 10 تا 100 تا 100 ضرب در 10 میشه 1000. 1000 چی؟ میگم آقا 3 تا سانتی متر تو همن ضرب شدن میشه سانتی متر مکعب. پس آقا دقیقاً 1000 سانتی متر مکعب یعنی یه مکعبی به ابعاد 10 سانتی متر. حالا یه چیزی میخوام بگم، 1 لیتر برابری میکنه با اندازه این. یعنی شما برو بنزین بزن یا یه قمقمه 1 لیتری آب بردار، برو 1 مکعب به ضلع 10 سانتی متر در 10 سانتی متر در 10 سانتی متر هم درست کن. یه قمقمه 1 لیتری بردار، آب بریز توش، 1 لیترش اندازه بزن، بعد بریزش تو اون مکعب، میبینی پر شد، قشنگ کیپ تا کیپشو پر کرد. اونجا میفهمی که قدرت فیزیک یعنی چی. پس 1 لیتر معادل 1000 سانتی متر مکعب. یعنی بابای شما مثلا میره میگه آقا من 40 لیتر بنزین زدم،
یعنی 40 تا مکعب 10 در 10 در 10 سانتی متر کرده تو باک ماشین. ببین چقدر باک ماشینتون جا داره. خب یعنی شما بردار یه مکعب بردار، خب 40 تا مکعب، 40 تا مکعب 10 در 10 10 در 10 در 10، خب 40 تا مکعب بردار 10 سانتی متری بچین کنار هم، مثلا 10 تا اینطوری بچین، 10 تا رو بچین، دوباره پشتش یه 10 تا و یه 10 تا، میشه 40 تا دیگه، درسته؟ خب باک ماشین شما اینقدر جا داره، این اون ابعادی که داره میگیره میشه 40 لیتر. میفهمی که مثلا باک ماشین ما اندازه ی حجمیش اینقدره. ببین وای وای وای، به خدا قسم دارم بهت میگم، اگر دیدی کسی اینطوری به توضیح داد که من دارم به توضیح میدم، دستش رو ببوس. جدی دارم بهت میگم. من میشناسم دبیرهایی که اگر دارم ویدیوهای من رو مشاهده میکنن خیلی مخلصیم، ارادت داریم، من کوچیک شما هستم و خیلی خوشحالم اول از همه این که اساتیدی هستن که دارن تدریس بنده حقیر رو مشاهده میکنن برای اینکه بتونن به دانش آموزها واقعا تدریس بهتری رو داشته باشن. من دست شما رو میبوسم برای اینکه برای کیفیت آموزشی که میخواد به دانش آموزهاتون بدین واقعا دارین تلاش میکنین و بابتش هزینه کردین. و اما بچه‌ها جدی دارم میگم، 1/10 اون چیزی که من دارم بهتون میگم رو دبیرها سر کلاس بهتون نخواهند گفت. برای همینه که تا سال 9ام، 10ام، 11ام و 12ام هر کی میرسه میگه آقا دقیقاً علومو میگی؟ آقا دقیقاً تو رو خدا علومو میگی؟ ما تا سال 9م داریم میگیم، حتی سال 10ام هم هستیم و انشالله در سالهای بعدی شما هی میای مراتب بالاتر. ما تا 12ام هم رفتیم. ولی میخوام اینو بهت بگم، دست پدر مادرت رو ببوس که برات این آموزش رو تهیه کردن. جدی دارم بهت میگم. ببین هر پدر مادری متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمیتونه بیاد مثلا این هزینه رو بده و این آموزش رو بگیره. اگر واقعا پدر مادرت برات هزینه کردن، اول از همه دستشون رو ببوس و واقعا تلاشت رو بکن که به نتیجه برسی. ما در حال حاضر امسال که سال 1404 هست، آزمون تیزهوشان که بچه برگزار شد ما 1100 تا قبولی داشتیم. 1100 تا قبولی مدرسه تیزهوشان و نمونه خیلیه. هیچ مؤسسه همچین رکوردی نداره و ما اولین رکورددار با اختلاف تو کل کشور هستیم. نشون میده کیفیت آموزش بالاست. پس اگر دل بدی واقعا به درس خوندن، مطمئن باش علوم 7م و 8م و 9م تو 20 میشی، ریاضیت هم 20 میشی، دروس دیگه هم 20 میشی، با خیال راحت میری تجربیات. بذار من اصلا یه پیام بهت نشون بدم. صبر کن میخوام ببینی، میخوای نگی آقا دقیقاً یه وقت الکی داری میگی یا صبر کن یه لحظه. اگه بشه خوندش، این دوربین بچه من یه خورده تا تنظیم بشه فوکوس روی این، تا این بخواد بیاد تنظیم بشه، من به شما باید نشون بدم حتما، یعنی 10 دقیقه هم طول. آها خب اینجا رو بخون. سلام، وقتی میگفتی گوش نمی کردیم، حالا مجبور شدم برم انسانی، نه ریاضی آوردم نه تجربی. ببین دانش آموز، حالا من چون نخواستم مشخص بشه، 5 شهریور امسالم به من پیام داده. بچه ها خیلی حواستون باشه، بچه. خواهش میکنم، دیدی که این یه نمونه باردش بود، اگر حرفی میزنیم گوش بدین، برای خودتون میگیم ها. نشه مثل این دانش آموز بیای سال 9م پیام بدی بگی آقا دقیقا نه 7م خوندم نه 8م، 9م هم حتی اگر خوب بخونی نمره 7م 8مت خوب نباشه، بچه رشته تجربی نمیتونید برید، رشته ریاضی نمیتونید، مثل این دانش آموز باید بری انسانی. تازه شانس آورده رفته انسانی، بعضی رو میفرستن معارف، بعضی رو فنی حرفه‌ای. پس حواست باشه. اینم گفتم یه نصیحت بکنم میونه درسه یه خورده خستگی در بره. حالا بریم سراغ ادامه درسمون. بچه‌ها ما حجمو که میخوایم اندازه بگیریم 2 تا راه داریم. اول از همه شکل‌های منتظم داریم. آقا دقیقا منتظم یعنی چی؟ یعنی میگم مثلا مثل این مکعبه،
حجمش چجوری بود؟ میگفتیم طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. میام حجمش رو به دست میارم، میگم خب، میگم مثلا کره میشد 4/3 پی آر به توان 3. چی آقا دقیقا؟ میگم آقا حجم مثلا کره کره میشه 4/3 ضرب در عدد پی ضرب در شعاع به توان 3. حاله؟ خب اینا مثلا میشد حجمای اشکال مختلف که یه سرچ تو اینترنت بزنید آقا حجم اشکال مختلف همش برات میاد. معلمتون هم تا جایی که بخواد بهتون امتحان بده بهتون درس میده. پس ما یک سری از حجما رو اینطوری اندازه میگرفتیم، میگفتم آره. بعد حالا من یه چیز میخوام به شما بگم، مثلا صبر کن، بیا این سنگر رو نگاه کن، این که اصلا کلن نامیزونه، اصلا منتظم نیست. آقا دقیقان من اینو چجوری الان حجمش رو اندازه بگیرم؟ الان حجم اینو من چجوری اندازه بگیرم؟ میگم آها ببین، ما علاوه بر این که بخوایم این راه رو بریم یه راه دیگه هم وجود داره. چی کار کنیم؟ بچه ها یک استوانه مدرج. استوانه مدرج چیه؟ اینه این یک استوانه مدرجه. توی آزمایشگاه ها وقتی که مثلا میخوام، مثلا صدا میزنه میگه حسن، میگه جانم، میگه مثلا 50 میلی لیتر آب مقطر بیار، مش نمیکنه از تو سینک اینطوری آب بیاره بالا که، میدونی چی میگه؟ یا مثلا اینجوری دهنشو بگیره زیرش 50 تا شد، 50 میلی لیتر شد، الان ببرم با دهن خالی کنم. همچین کاری نمیکنن که عزیزای من، قربونتون برم من. ما تمام دانشمندامون مؤدبن، با شخص مثل من نیستن که. چی دارن؟ استوانه مدرج دارن. میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا تا عدد 50 رو آب پر میکنه، میشه چقدر؟ مثلا میشه 50 میلی لیتر. حالا استوانه ها بر اساس حجم‌های مختلف میان تقسیم بندی میشه. مثلا یه استوانه بر اساس میلی لیتره، البته روش هم میزنه، ولی خب این اگر استوانه مثلا بزرگی باشه شاید مثلا بر اساس لیتر داده باشه، ولی بر اساس میلی لیتر. پس میان با استوانه مدرج حجم اینا رو اندازه میگیرن، حجم این سنگایی که نامتقارنه. چجوری اندازه میگیرن؟ میاد اول مثلا تا 100 میلی لیتر آب میریزه تو استوانه مدرجه. اول تا 100 میلی لیتر آب میریزه داخل استوانه مدرج. بعد میاد چیکار میکنه؟ این سنگ رو میندازه توش. من اگر این سنگ رو بندازم داخل این استوانه مدرج، آب چی میشه؟ نه بخار که نمیشه. آب چی میشه؟ آفرین، آب میاد بالاتر. چقدر میاد بالاتر؟ به اندازه حجم این سنگه میاد بالاتر. حله؟ یاد گرفتی چجوری غیر منتظم رو اندازه میگیرن اینها؟ مثلا من یه استوانه مدرج دارم، تا 8 میلی لیتر آب کردم توش. آقا یه دونه سنگ دارم، جسمه اصلا نمیشه اندازه گیریش کرد حجمشو. چیکار میکنم؟ اینو میندازم تو آب، میبینم که این آب تا 20 میلی لیتر اومد بالا. آقا 8 بود شد 20. چقدر اختلافه؟ 12 میلی لیتر. پس حجم این سنگ 12 میلی لیتره. حله؟ فهمیدی الان چی شد؟ پس ما یه استوانه برمیداریم تا جایی که دوست داشته باشیم. آقا مثلا من دوست دارم تا 10 میلی لیتر آب پر کنم، پر کن. اینجا 8 میلی لیتر زده، تا 8 میلی لیتر آب پر کرده، سنگو انداخته توش، دیده آقا رفته رو 20 میلی لیتر نشسته. پس میفهمه که اندازه حجم این اختلاف ایناست دیگه، 12 میلی لیتره. اینم از این. بریم سراغ مبحث بعدی که مبحث بسیار مهمیه، به اسم چی؟ به اسم چگالی. بچه ها به نسبت چی؟ اینجا به چی؟ به نسبت. چرا من تا نصفه تخته هستم، چرا دوربین منو نمیگیره نمیدونم واقعا. به نسبت جرم به حجم میگن چگالی. یه سوال ازت بپرسم تا یه قلوب آب بخورم من، 1 کیلو آهن سنگین تره یا 1 کیلو پنبه؟ بگو.
خب همه تو میگین که شما معلومه برابرن، 1 کیلو دیگه. میگم آفرین درسته، ولی یه سوال، 1 کیلو آهن حجمش چقدر میشه؟ آقا مثلا شاید 1 کیلو آهن حجمش بشه اینقدر. ببخشید 1 کیلو پنبه حجمش میگه آقا اندازه یه سطل زباله پر میشه، اینقدر حجمش زیاده. میگم پس ببین من نمیتونم یک معیار درست و حسابی برای سنجش داشته باشم. یعنی چی؟ کدوم سنگین تره الان؟ میگه آقا نمیدونم کدوم سنگین تره، همشون جرماشون با هم برابر، این 1 کیلو اینم 1 کیلوه. پس ببین ما برای سنگین بودن یا سبک بودن اجسام از چگالی استفاده میکنیم. از چی؟ از چگالی. میایم چی کار میکنیم؟ میایم 1 سانتیمتر مکعب از هر جسم، مثلا دارم میگم آقا دقان آهن سنگین تره، مس سنگین تره، یا آهن یا مثلا نقره مثلا یا طلا، فرق نداره. میگم که کجا بدونم من؟ میگم آها باید بیام چیکار کنم؟ باید بیام 1 سانتیمتر مکعب. 1 سانتیمتر مکعب گفتم چی بود؟ بگو. آفرین، مکعبی به اضلاع 1 سانتیمتر میشه 1 سانتیمتر مکعب اندازه یه حبه قند. اینا حبه قند دارم اینجا براتون بیارم. بیا حالا این میشه اندازه 1 سانتیمتر یه حبه قند. این حبه قنده 1 سانتیمتر مکعب. خب میام 1 سانتیمتر مکعب از آهن ور میدارم، 1 سانتیمتر مکعب از طلا ور میدارم، 1 سانتیمتر مکعب از نقره ور میدارم، 1 سانتیمتر مکعب از مس ور میدارم، از هر چیزی که میخوام 1 سانتیمتر مکعب بر میدارم. بعد میذارم رو ترازو، میبینم اون موقع جرم کدومش بیشتره، اون موقع میفهمم که کدوم فلز سنگین تره. پس باید از اینجا از چگالی استفاده کنیم، یعنی بیایم حجم رو یکسان در نظر بگیریم، حجم همه رو یکسان در نظر میگیریم، بعد میگم آقا کدومش سنگین تره. پس بچه ها چگالی یعنی چی هستن؟ به مقدار جرمی که در حجم معینی از یک جسم وجود داره. پس چی شد؟ به مقدار جرمی که در حجم معینی از یک جسم وجود داره. پس وقتی گفتم کدوم سنگین تره، برای همین اومدم گفتم آقا باید همشون یه حجم معین داشته باشن، همشون رو 1 سانتیمتر مکعب میگیرم، 1 سانتیمتر مکعب از هر چیزی که بخوام برمیدارم، میذارم رو ترازو، اندازه میگیرم، اون موقع ببینم جرم کدومش بیشتره یا نسبت جرم به حجم. حالا من فرمولشو بهت میگم، شاید خیلی از مدارس بگن، شاید خیلی نگن، من دارم بهت میگم چون میدونم در سالهای بعد به کارت خواهد اومد. بچه چگالی رو با یه پیه این شکلی نمایش میده، سرش خمه، بهش میگن رو. به چگالی میگن چی؟ میگن رو. فارسیش رو، پی نیستا، روه. چگالی رو با رو نمایش میدن. بچه ها گفتم میشه چی؟ نسبت جرم چی بود؟ ام به حجم. حجم چی بود؟ وی بود. یادتونه؟ جرم به حجم. بیا برات گذاشتم نگاه کن. پی نیستا، ببین پی اینطوریه، این روه، این گردالیه، اینا بهش میگن رو. در الفبای یونانی بهش میگن رو، آلفا بتا گاما اینا بود، این روه. جرم به حجم. اگر من جرم یک جسم رو تقسیم بر حجم یک جسم بکنم چی به دست میاد؟ آفرین، چگالی به دست میاد. خب بچه ها 2 تا یکا داره چگالی. یکی از یکاها کیلوگرم به متر مکعبه، یکی دیگه از یکاها گرم
به سانتیمتر مکعب. دقیقاً یعنی چی اصلا یکا؟ بیا اینجا با من باش. میگم مگه چگالی نشد جرم تقسیم بر حجم؟ میگم آره. میگم جرمو میذاریم رو ترازو، بر حسب چی به ما میده؟ میگه کیلوگرم. میگم خب پس این واحدش چی بود؟ کیلوگرم بود. حجم چی؟ مثلا فرض کن حالت یه مکعب داره، همش هم اینا متره، متر. حالا کاری ندارم 10 15 20 کار ندارم، ابعاد بر حسب متر دیگه. متر ضرب در متر میشه چی؟ میشه متر به توان 3 دیگه. بیا اینو نکن، کیلوگرم تقسیم بر متر به توان 3، این میشه یکای اندازه گیری. که آقا وقتی میگه کیلوگرم تقسیم بر متر به توان 3، من میفهمم، من متوجه میشم اون شخصی که چگالی رو به دست آورده جرمو بر حسب کیلوگرم گذاشته، ابعاد اون جسم بر حسب متر بوده. آقا دقیقا پس یعنی اگر گرم به سانتی متر مکعبه، یعنی اون شخصی که چگالی رو اندازه گرفته جرمو بر حسب گرم گذاشته. میگم آره، مثلا گذاشته جرم 1000 گرم، نه نوشته 1 کیلوگرم، نوشته 1000 گرم. پس سانتی متر مکعبه یعنی اینجا بر حسب سانتیمتر، بر حسب سانتیمتر اضلاع رو نوشته. میگم آره، اضلاع اون جسمه بر حسب سانتیمتر بوده، پس من میفهمم حجم و اضلاعش رو بر حسب سانتیمتر داده. پس ما از یکاها داریم این رو متوجه میشیم، کیلوگرم به متر مکعب، گرم به سانتیمتر مکعب، 2 تا از یکاهای اندازه‌گیری چگالی هستن. حالا اگر من بخوام کیلوگرم به متر مکعب رو، ببین کیلوگرم به متر مکعب رو به گرم بر سانتیمتر مکعب تبدیلش بکنم چجوریه؟ میگم بچه ها 1000، ببین نکن، 1000 کیلوگرم به متر مکعب برابر با 1 گرم به سانتیمتر مکعب. یعنی اگر من بخوام کیلوگرم به متر مکعب و به گرم بر سانتیمتر مکعب تبدیل کنم، باید چیکار کنم؟ باید تقسیم بر 1000ش بکنم. آدقان یه مثال برامو میزنی؟ میگم آره. میگم آقا یک دانش آموزی اومده چگالی مثلا یک جسمی رو اندازه گرفته، شده چقدر؟ شده چگالیش روش شده 1000 کیلوگرم به متر مکعب. چگالیش شده 1000 کیلوگرم به متر مکعب. من اول از همه متوجه میشم که این دانش آموز عزیز اومده جرم رو به حسب کیلوگرم گذاشته، ابعادم بر حسب متر گذاشته. خب میگم اگر من بخوام بر حسب گرم بر سانتیمتر مکعب اینو بیانش کنی چقدر میشه؟ میگه آقا دقیقا به من یاد داده اگر کیلوگرم به متر مکعب و میخوام به گرم بر سانتیمتر مکعب بگم باید تقسیم بر 1000ش کنم. یعنی میشه چی؟ میشه 1 گرم به سانتیمتر مکعب. یعنی اون جسمه چگالیش 1000 کیلوگرم به متر مکعبه یا 1 گرم به سانتیمتر مکعب. اگه گفتین این چگالی چیه؟ دم اونایی که گفتن گرم، این چگالی آب در دمای 25 درجه سانتیگراد هستش. پس چی شد؟ آب، چگالی آب، خوب گوش بده، چگالی آب در دمای 25 درجه 1000 کیلوگرم به متر مکعب یا 1 گرم به سانتیمتر مکعب هستش. این میشه چگالی آب. حالا میخوام یه چیزی بهت بگم، اگر چگالی من کمتر از آب باشه، مثلا باشه 0.5 گرم به سانتیمتر مکعب، چگالی من کمتر از آب باشه، چه اتفاقی میفته؟ من روی آب شناور میمونم.
اما اگر چگالیم بیشتر از آب باشه، مثلا چگالیم 3 گرم بر سانتی متر مکعب باشه، چگالیم 3 گرم بر سانتی متر مکعب باشه، چه اتفاقی میفته؟ تو آب فرو میرم. خب چگالیم زیاده دیگه، چگالیم از آب بیشتره. شما الان داری میبینی من اگر آب و روغن رو قاطی کنم، روغن میاد روی آب وای میسه. چه نتیجه میگیری؟ آفرین، چگالی روغن از چگالی آب کمتره. یعنی قطعا چگالی روغن از 1 گرم بر سانتی متر مکعب کمتره که اومده روی آب وایساده. حله؟ ردیفه؟ قشنگ شیرفهم شدی؟ یه بار دیگه قسمت چگالی رو حتما مشاهده کن. بریم یه مثال با هم حل کنیم. میگه جرم یک شمش نقره که چگالی آن 10.5 گرم بر سانتی متر مکعب و حجم آن 2 سانتی متر مکعب است را محاسبه کنید. اول از همه در سوالاتی که به این شکله، اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ فرمول رو یادداشت کنیم. اول چیکار باید بکنیم؟ فرمول رو یادداشت بکنیم. میگی جرم چگالی رو داده، خب پس فرمول چگالی رو داده. من می نویسم چگالی میشد چی؟ میشد جرم تقسیم بر حجم. اولین کاری که یک دانش آموز در مواجهه با سوال باید انجام بده نوشتن فرموله. سوالم نفهمیدی، ببین در رابطه با چگالی فرمول چگالی رو بنویس. حالا نوشتی، یه بار دیگه سوال رو بخون. میگه جرم یک شمش نقره، جرمش که چگالی آن 10.5، اینجا بنویس ناکو چگالی داره چقدر؟ 10.5. جایگذاری میکنم 10.5 گرم بر سانتی متر مکعب داده، مساویه با، خب خط کسری هم میذارم، و حجم آن 2 سانتی متر مکعب. حجم کجا بود؟ این پایین بود. چقدر داده؟ 2 سانتی متر مکعب داده. چیو از من میخواد؟ جرم رو از من میخواد دیگه. آقا دقیقان چی میشه؟ هیچی دیگه، 2 رو ضرب در 10 میکنی، اینجوری نوشته میشه دیگه. من واحدا رو نوشتم که ببینید 10.5 مساویه با 2، این بالا هم که جرمه، طرف این وسط این 2 توش ضرب میشه، پس جرم ما میشه 2 تا 10.5 تا یا 21. 21 چی بچه ها؟ 21 چی؟ میگم آها اینجا رو نگاه کن، برای این من این یکاها رو نوشتم. 10.5 گرم بر سانتی متر مکعب بود، حجمم بر حسب سانتی متر مکعب گذاشته شده، پس جرم من بر حسب چیه؟ بر حسب گرمه، میشه 21 گرم. حله؟ دمتون گرم، سوال بسیار زیبایی بود. یه سوال دیگه میگه جرم یک کلید فولادی 40 گرمه، چگالی کلید رو محاسبه کن. دوباره چگالی چی گفتم؟ فرمول رو اول می نویسم، کاری با هیچ چیزی ندارم. چگالی میشه جرم تقسیم بر حجم. گفته جرم یک کلید فولادی 40 گرمه. خب می نویسم جرمش 40 گرمه. آقا دقیقان حجمش از کجا به دست بیارم؟ آها بیا اینجا نگاه کن، میگه این استوانه مدرج بدون کلید فولادی 50 میلی لیتره، کلید رو بندازم توش میشه 54 میلی لیتر. پس اون حجم کلید من چقدر بود؟ پس حجم کلید میشه اختلاف اینا 4 میلی لیتر. آقا دقیقان من الان اگر 4 میلی لیتر رو بندازم اینجا، میگم خب 4 میلی لیتر رو بنداز اینجا. آقا دقیقان یکای چگالیم میشه گرم به میلی لیتر. آقا دقیقان شما گفتی یا کیلوگرم به متر مکعبه یا گرم به سانتی متر مکعب. میگم آفرین که به این نکته خیلی خوب توجه کردی.
دمت گرم که الان این نکته رو به من گفتی. اما من یه چیزی بهت یاد دادم. گفتم چی؟ گفتم 1 cc برابر با 1 میلیلیتر برابر با 1 سانتیمتر مکعب. پس اگر گفته 4 میلیلیتره، پس یعنی 4 سانتیمتر مکعبم هست. پس یعنی من میتونم مثلا جای 4 میلیلیتر همون چیه؟ همون 4 سانتیمتر مکعب دیگه. پس 40 تقسیم بر 4 فرقی نداره، میشه 10 گرم به سانتیمتر مکعب. پس اگر به شما بر حسب میلیلیتر دادن، نگران نباش، 1 میلیلیتر میشه 1 سانتیمتر مکعب. پس اگر 4 میلیلیتر میشه 4 سانتیمتر مکعب. ولی اینو باید بنویسی که استادت ببینه ها، نیای 40 تقسیم بر 4 کنی بعد یهو بنویسی میشه 10 گرم به سانتیمتر مکعب. میگه مگه اینجا میلیلیتر نداره چی؟ باید توضیح بدی آقا 4 میلیلیتر همون 4 سانتیمتر مکعبه. پس فرقی با هم ندارن. در نهایت میشه 10 گرم به سانتیمتر مکعب. و در نهایت زمان، بچه‌ها زمان رو اندازه میگیریم تا بتونیم به سوال چه وقت یا چه مدت پاسخ بدیم. مثلا چه مدت طول میکشه برسی؟ 1 ساعت. چه وقتی مثلا میای؟ چقدر دیگه میرسی؟ چقدر دیگه میای؟ چقدر دیگه این آزمایش تمام میشه؟ چقدر دیگه تدریس طول میکشه؟ دقیقا خسته شدم. آقا همه اینا برمیگرده به چی؟ به اون زمانه. به چی؟ به زمانه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا به مقداری که طول بکشه زمین 1 دور به دور خورشید بزنه میگن 1 سال. گفتن آقا اگر خورشید 1 دور خود، میگم خورشید، زمین 1 دور به دور خورشید بچرخه میگن 1 سال. یه معیاری تعریف کردن. گفتن آقا اگر زمین 1 دور به دور خودش بچرخه میشه 1 روز یا 24 ساعت. بعد اومدن گفتن که ساعت رو تقسیم بر 60 میکنیم، دقیقه رو به وجود میاریم، ثانیه رو به وجود میاریم. همه اینا رو تقسیم بندی کردن و یک واحد به ما دادن به اسم واحد زمان. پس اگر من اینجا وایسم مثلا بدوم 2 نفر بخوام بشمرن، یکی نمیگه بگه آقا تو 10 تا رفتی، مثلا تو 10 مدت رفتی، اون یکی بگه تو 9 مدت. چرا؟ من اینجوری شمردم 1 2 3 اونجوری شمرده 1 2 3. ببین نمیتونستیم یک معیار مشخص داشته باشیم، برای همین زمان اومد دیگه. الان اگر من با کرونومتر اندازه بگیرم، اونم با کرونومتر اندازه بگیره، جفتمون یک عدد رو بیان خواهیم کرد. اینم از این. یکاش هم که گفتیم ثانیه، دقیقه و با ساعت یا سماسنج اندازه بگیریم. اما بریم سراغ دقت اندازه گیری. این مبحث آخر تدریسمون هستش. دقت اندازه گیری چیه؟ بچه‌ها من الان به شما یه خطکش میدم، میگم این مداد رو اندازه بگیر. شما میگی آقا 12/3 مثلا، یا مثلا 12 یا 11. میگم خب، میگم آقا مثلا جرم یک جسم رو اندازه بگیر. میگه آقا 105 تقریبا 100 مثلا 50 کیلوگرم. این میشه چی بچه‌ها؟ این میشه اون خطایی که ما هنگام محاسبه داریم. پس ببین ما تو یک سری از موارد باید بیایم دقت اندازه گیریمون رو چیکار کنیم؟ بیشتر بکنیم. درسته؟ مثلا آقا گفتم یه خطکش به شما دادم، فقط اعداد رو بر حسب سانتیمتر برای شما زده اینها. میگم این مداد اندازه بگیر. شما میگی چقدره؟ میگی آقا 16 سانتیمتر. اما من یه مداد دیگه بهت میدم، ببین اینجاست. چقدره؟ میگه آقا 12 خورده. ما خورده ای نداریم. چقدره؟ میگه آقا خب 12 سانتیمتر دیگه. پس ببین این یه مقدار چی شد؟ شد خطای چی؟ خطای
اندازه‌گیری. پس به کمترین مقداری که یه وسیله میتونه اندازه بگیره میگن چی؟ میگن دقت اندازه‌گیری اون وسیله. بعد کلا اندازه‌گیری بچه، کلا دقت اندازه‌گیری هم به دو تا موضوع بستگی داره، یا به ما بستگی داره یا به وسیله بستگی داره. مثلا من اگر یک خط کش مدرج داشته باشم، میلیمترش هم زده بود، میگفتم آره مثلا 12.3 میلیمتر هم زده بود، ولی الان نداره، این یه تیکه میشه خطا. به کمترین مقداری که میتونه اندازه بگیره آقا 12، بقیه‌اش چیه؟ خطا اندازه‌گیریه. پس یا به من بستگی داره، من چشم رو وا کن، مثلا الان من چقدره، مثلا میگن به من میگن این چقدره، میگم این 11 سانتی متر. خب چشتو وا کن، دقت کن، آقا این 12 11 نیستش. پس یا به ما بستگی داره یا به خود وسیله بستگی داره. مثلا نگاه کن اینا، ترازو گفته چقدره؟ گفته 157.8. نگاه کن گفته 157.8. دقت اندازه گیریش تا چقدره؟ آقا تا دهم رو اندازه گیری کرده، تا 1/10. به این میگن دهم. تا دهم رو اندازه گیری کرده، میگیم آقا دقت اندازه گیریش اینه، 1/10. دقت اندازه گیریش چقدره؟ 1/10. مثلا فرض کن ترازو، خب مثلا به شما فقط میگه آقا مثلا 157 کیلوگرمه. دقت اندازه گیریش چقدره؟ 1. تا 1 دیگه نگاه کن، 157 صفر جلوش، پس تا کجاه؟ تا عطا یکان رفته، 1. دقت اندازه‌گیریش اینقدره. حالا مثلا فرض کن ترازو به شما میداده 157.80 مثلا 9. دقت اندازه‌گیری این چقدره؟ میگم آقا دهم رو اندازه گرفته، این چیه؟ صدم رو هم اندازه گرفته، پس میشه 0. ببین 0 1. آخرین جایگاهی که وجود داره رو 1 میذارم. دقت اندازه‌گیریش میگم چقدره؟ 1/100. تا 1/100 رو به من نمایش میده. این هم میشه از دقت اندازه‌گیری. حله؟ یعنی الان مثلا فرض کن من یه خطکش داشتم، میگفت آقا اندازه این 12.3 هستش، 12.3 سانتی متره. میگم دقت اندازه‌گیریش چقدره؟ آقا تا دهم رو اندازه گرفته، پس دقت اندازه‌گیریش 1/10. حله؟ ردیفه؟ خدا رو شکر. اینم از این. و کمترین مقداری که گفتم یک وسیله بتونه اندازه بگیره رو بهش میگن چی؟ بهش میگن دقت اندازه‌گیری، که هم دقت اندازه‌گیری به شخص مربوطه، هم به دقت وسیله. امیدوارم که موفق باشید. این از تدریس فصل دوم. ان شاء الله ما تمریناتم در ادامه براتون قرار خواهیم داد که کامل همه نوع تمرینی رو براتون حل کرده باشیم، تا اگر سوالی براتون باز به وجود اومده باشه در بحث تمرینات به طور کامل برطرف شده باشه. خیلی مخلصم و خدا نگهدارتون باشه. تا بی نهایت با سلام هدف.